салом бинандагони арҷманди барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ. ин барнома аз студияи марказии радиои озодӣ дар шаҳри Прага тақдими шумо мешавад. имрӯз сешанбе 24 март аст ва дар 15 дақиқаи баъди шуморо бо хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон шинос мекунем. мавзӯи асосии нашр аз ин қарор аст. президенти амрико Доналд Трамп гуфт баъди муколамааш бо мақомоти Эрон зарбулаҷалашро ба таъхир гузошта ба эрониҳо шонси дигари сулҳ додааст. мо давоми 5 рӯз танаффус эълон кардем. мебинем ки чӣ натиҷа медиҳад. агар хуб буд мо дар ҳамин ҷо хотима медиҳем. бо таваллуди сегоникҳо дар як оилаи сокинони шаҳри нав шумори умумии фарзандонашон 6 нафар шуд. вале чаро дар ин хонавода шодиву сурур омехта бо як андоза ташвишу нигаронӣ аст? аз финансиёи ман азияти хеле хуб мекашам, барои чӣ ки ман ҳам аз бонк қарздор ҳастам. ва ба дунболи он шаҳрвандони Русия ҳамакнун дар рӯи замини сарди фурудгоҳҳои ин кишвар шабру рӯз мекунанд. рӯзи душанбе дар лаҳзаҳое ки зарбулаҷали президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба Эрон ба анҷоми худ наздик мешуд, Доналд Трамп ғайримунтазира хабар дод ки ӯ дар муколама бо ҷониби Эрон ба пешрафте даст ёфтааст. ҷониби Эрон ҷой доштани ин гуна музокиротро рад кард. вале хабаргузориҳои ғарбӣ тахмин мекунанд ки гуфтугӯҳои миёни ду тараф метавонист бо миёнаравии кишварҳои сеюм сурат гирифта бошад. тафсилоти бештар дар гузориши Мулло Раҷаб Юсуфӣ. президенти амрико Доналд Трамп گفت برای دستیابی به سازش با تهران به نظری او شانس بسیار جدی وجود دارد. اظهارات او بعد آن صدا داد که 23 مارت نوشت دو جانب روزهای شنبه و یکشنبه گذشته گفتگو کردند و او به نتیجه رسید که در 5 روز بعدی حمله ها را به زیربنیادهای انرژی ایران بس کند. ترامپ روز 23 مارت به خبرنگاران گفت فرستاده ویژه استیو اویتکوف و دامادش جرد کوشنر در مذاکره ها با ایران اشتراک میکنند. او گفت این مذاکره ها با تشبث ایران و رهبران به گفتش کلان ایرانی ها نه رهبر عالی مجتبی خامنه‌ای برپا شده دستاوردهای اساسی سازش را فراهم کردند. گفتگوها دیروز صورت گرفت تا بگاه دوام کرد. آنها بسیار خواهان سازش هستند. ما هم می‌خواهیم سازش حاصل شود. شاید امروز باز تلفنی ملاقات کنیم چون که پیدا کردن کشوری مشکل است. ظاهراً برای آنها از آنجا بیرون شدن بسیار سخت است. ولی ما با یک راه بزودی ملاقات خواهیم کرد. ما دوام 5 روز تنفس اعلان کردیم. می‌بینیم که چی نتیجه می‌دهد. اگر خوب بود ما در همین جا خاتمه می‌دهیم. وگرنه با تمام نیرو بمباران را دوام خواهیم داد. مقامات و مطبوعاتی وابسته از دولت در ایران همگونه مکالمه را با آمریکا رد کردند. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس که هر دو به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نزدیک هستند، با تکیه به منبع‌های خود گفتند که میان تهران و واشنگتن هیچ گونه مذاکره نه به طور مستقیم و نه غیر مستقیم جریان ندارد. اسرائیل هم هیچ اظهارات نداد، ولی بعد سخنان ترامپ مرکز ایران را مورد هدف حمله‌های هوایی قرار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. با گزارش مطبوعاتی ایران فرماندهی حربی جمهوری اسلامی گفته است اگر مؤسسه‌های انرژی و مواد سوخت این کشور مورد حمله قرار گیرند در سراسر منطقه هم تمام زیربناهای انرژی وابسته از آمریکا آسیب می‌بینند. ایران اینچنین تهدید کرد که کارخانه‌هایی را که آب را از نمک صاف می‌کنند مورد هدف آنها قرار می‌گیرند. رسانه‌های خبری اکسیوس و ریترز به نقل از منبع‌هایی که نامش را افشا نکردند میگویند مصر، پاکستان و دولت‌های دیگر در مبادله پیام‌ها میان آمریکا و ایران اشتراک کردند. ریترز از قبل یک مقام پاکستانی و یک منبع دیگرش گفت احتمال هفته جاری در اسلام آباد یک مذاکره مستقیم با هدف ختم جنگ برپا می‌شود. بدر البوسعیدی وزیر کارهای خارجه عمان کمی پیشتر در شبکه‌های اجتماعی از اظهارات ترامپ درباره مکالمه‌های پرحاصل با ایران نوشت و گفت که کشورش برای تشکیل گذرگاه امن در گلوگاه هرمز فعالانه کار می‌کند. مطبوعات رسمی ایران نوشت فرماندهی حربی جمهوری اسلامی گفته است اگر مؤسسه‌های انرژی و مواد سوخت این کشور مورد حمله قرار گیرند در سراسر منطقه هم تمام زیربناهای انرژی وابسته از آمریکا آسیب می‌بینند. ایران اینچنین تهدید کرد که کارخانه‌هایی را که آب را از نمک صاف می‌کنند مورد هدف آنها قرار می‌گیرند. در همین حال نرخ نفت خام نوع برنت که از شروع نزاع تا سطح رکوردی بلند شده بود بعد حرف‌های دیروزه ترامپ یک بار پایین آمد. ترامپ روز 23 مارت به
مطبوعات اینچنین گفت قرار هفته گذشته درباره کم کردن تحریم‌های نفت ایران به آن خاطر گرفته شد که او می‌خواهد نفت حد اکثر زیاد داشته باشد، ولی این قرار را برخی تنقید کرده گفتند که آن می‌تواند برای درآمد بیشتر ایران در ضربه زدن به سراسر خاورمیانه مساعدت کند. نرخ نفت خام برنت در نیمه دوم روز 23 مارس بر عوض $102 آمریکایی فروخته می‌شد و این تخمیناً 9% کمتر از نرخ یک روز پیش بوده است. در روزهای دین نوروز در ناحیه شهرینو تاجیکستان در خانواده ساکنی محل فروخ اماموف شاده کلانه شد. همسرش زهرا تشنوه سگانیک به دنیا آورد و این کودکان تحت نظارت طبیبان قرار دارند. ولی همسران برابر با شادی زیاد از آن در خواطر هستند که در عموم 6 کودک عائله را چگونه تأمین خواهند کرد. یکی از فرزندان کلانیشان بیمار روی جوگه هم هست و پدر خاندان کاری دائمی ندارد. از شادی هایی که آمیخته یک مقدار تشویش و نگرانی است، همکارانم ارشاد سلیمانی و امیر سویف گزارش میدهند. اکان سگانی و نصیب انشالله محمد جان ابوبکر عمر. نخستین تولد سگانیک در ناحیه شهرینو. مادری آنها آموزگار جوان زهرا تشنوه میگوید اکنون شماره عمومی فرزندانش به 6 رسید. خرسند شدیم، خدا داده شکر خرسند شدیم. فاروق اماموف پدر سگانیک ها تا چند سال پیش به کارهای موسمی به بریتانیا می رفت. 2 سال باز دیگر به این کارها دعوت نمی شود. فاروق می گوید به این دلیل دشواری زندگیش زیاد شد و با تولد سگانیک نگرانیش هم بیشتر گردید. از فینانسوی من اذیت خیلی خوب میکشم، برای چیکار هم از بانک قرضدار هستم، مقصد به اجاره به مسافر کشی مشغول هستم، مقصد که همه مشکل رو کم میخوام که یاردم بیدم. من در حوض همین نیازمند که یکم هایش مقصد یک نگاه بین خطر میتخ شما خودتون هم دیدید، مقصد فرزندی میو خود برای یک اوله خودم خیلی وزبینی. فرزند نخستین فرخ و زهرا 7 ساله و کم توان است. فلج مینه‌ای سر دارد و روی جایگاه خوابیده است. خانواده هر ماه برای تبابت این فرزند بیمار تا 2000 سامانی مصرف میکنند که نه حرف میزند و نه حرکت میکند. تبابتش در خارج 20-25 هزار دلار مصرف دارد که این عائله چنین امکان را نداشته است. مشکل برداشتن در کنم هم میبردارم، اوچهشو میبردارم، بازگی یونو دار میکند، کوچو دار میکند، پیر شده که اوچهشو هم میخیلم نبرداشتن نمیشه. زمیر خان تشنوه بیبی دیگری سگانیک از مناسبت طبیبان تولدخانه سپاسمند است، اما امیدوار است که حکومت شهرینو و وزارت تندرستی به یاری دختر و نبیره هایش میرسند. 6 تا شد نبیرم، انا نبیره کلان مایو بای 7 ساله شد، راه کردن نمیتواند، انا 6 تا نمیتواند، خوردن نمیتواند. من خودم نگاه میکنم، من شرایط دخترم وحشه از بینه، خانهش نیست، کمک کنین، یاردم کنین، یک دم استراتیان یاردم کنن، من حکومتم یاردم کنن. چقدر نگاه میکنیم، خوردن در کار، زندگی در کار. بنفشه نظر و مدیر تولدخانه بیمارخانه مرکزی شهرینو نیز میگوید نوزادان در 7 ماهگی و با جراحی یا برش قیصری زاده شدند و به نگاه و بین ویژه نیاز دارند. اینا باید خوراکای سرغذا خورن، برای که 3 طیفه باید اینا مکنن، برای اینا برای که وزنشون معده است خوراکای سرغذا در کار. همه غذایی که اینا میگیرن از شیر مادر میگیرن. خیلی یک فرزند نگاه کنیش دیگه یا 3 فرزند نگاه کنیش وزن‌تر میشه. برای همه جانبه طبیبان و خانوادهشون این طفله باید ما کلان کنیم، برای که این دستاورد کلان همین ناحیه ما حساب میشه. با وجود بار اول زاده شدن سگانیک در ناحیه شهرینو، با گفت این خانواده هنوز از حکومت ناحیه نه کسی به تبریکشان آمد و نه پیشنهاد یاری کرد. آماده یکم که تبریک کردن از حکومت؟ نه حالیچ که ناماده. تا کنون در تاجیکستان تولد 2 گانیک، 3 گانیک، 4 گانیک و 5 گانیک ثبت شده. در بعضی موارد مقامات به خانواده آنها منزل و جهاز دادند.
مادر سیگانیک در شهر نو که آموزگار زبان روسی است پس از تولد فرزندان خانه نشین شده است. پدر خانواده با 150,000 سامانی قرض بانک ماشین گرفته و مسافرکشانی میکند. فرخ اماموف میگوید در 20 کیلومتری مرکز شهر نو همراه برادرش که زن و 3 فرزند دارد در آشیانه سوم یک بلند منزل همراه زندگی میکنند. اکنون مجبورند به حوالی پدر و مادرشان کوچ بندند. این ماشین اجاره فرخ اماموف پدر سیگانیک که بار اول در ناحیه شهر نو تولد شدن هست. فرخ صرف نظر از این که در خانواده‌اش چنین حادثه فرح بخش رخ داده است و یک باره صاحب 3 فرزند پسر شده است، اما به خاطر آن که این ماشین را با پول قرض از بانک گرفته است مجبور است که آمده در چنین روز هم به مسافرکشی خود ادامه دهد. در ماه‌های اخیر ما در فرودگاه‌های شهرهای کلان روسیه مثل مسکو و سنت پتربورگ بازداشت و در یک حالت خار و ذلیل و تحقیرآمیز نگهداری شدن مسافران از تاجیکستان زیاد خبرها نشر کرده ایم. آخرین حالتش بازداشتی به کمیش 40 مسافری تاجیکستانی در روز نوروز 21 مارس در فرودگاه ژوکوفسکی مسکو بود. ولی این نوبت مسافران محلی روسیه در حالت مانند به این قرار داشتند. ظاهراً با سبب تهدید پهپادها در فضای شهر سنت پتربورگ دوام 2 شبانه روز همه پروازها بازداشته شدند و مسافران مجبور بودند در زمین فرودگاه بخوابند. جزئیات از میرزا نبی خالقزاد. مسافران فرودگاه پولکووا در شهر سنت پتربورگ مجبور شدند در روی فرش سرد و خالی بخوابند، چون در روزهای یکشنبه و دوشنبه گذشته بیش از 100 پرواز هواپیما بازداشته شد. مقامات گفتند که سبب تأخیر در پروازها تهدید پهپاد یا هواپیماهای بی‌سرنشین اوکراینی به این فرودگاه بوده است. پولکووا با دلیل‌های امنیتی بسته بود و ماموریت فرودگاه گفت تنها بعد 16 ساعت تأخیر فعالیت معمولی را از سر خواهند گرفت. الکساندر دورازینکو والی لنینگراد گفت نظام دفاعی هوایی و واحدهای مبارزه رادیو الکترونی بیش از 70 درون را نابود کردند. درباره تلفات احتمالی خبری نشر نشده است. دورازینکو گفت در شهر ساحلی پریمورسک بعد به ظرف مواد سوخت رسیدن پهپاد آتش نشانها در جای حادثه کار میکنند. در ناحیه ویبورگ ولایت لنینگراد یک ستون برق آسیب دیده است. دورازینکو گفت گروه‌های مسئول پاره‌های افتاده درون را جستجو دارند. پریمورسک و اوستلوگا در ساحل بحر بالتیک جایگیر بوده نقطه مهم صادرات مواد سوخت دانسته می‌شوند. روز یکشنبه در پی حمله پهپادها صادرات نفت خام و دیگر مواد سوخت از اینجا بازداشته شد. در این باره روز دوشنبه 2 منبع آگاه به خبرگزاری ریترز اطلاع داده است. نیروهای مرزبانی ارمنستان یک شهروند 46 ساله تاجیکستان را دستگیر کردند. به اطلاع رادیوی آزادی اسام‌الدین رجبوف 46 ساله از گرجستان به ارمنستان می‌گذشت که بازداشت شد. وکیل مدافع انی چتینیان گفت رجبوف با درخواست مقامات تاجیکستان و با اتهام افراطگرایی دستگیر شده است. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که اسام‌الدین رجبوف در شبکه اجتماعی فیسبوک با امضای مستعار مطالب تنقیدی نشر کرده است. یکی از دوستانش گفت او 1 سال اخیر در گرجستان میزیست، ولی پلیس آگاهی داده است که مهلت بدوباشش به پایان رسید و باید این کشور را ترک کند. و بینندگان ارجمند در همین جا 15 دقیقه برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد، ولی خبرهای بیشتر را شما میتوانید هر وقت دلخواه در سامانه ما azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در تیک تاک و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و ایکس پیگیری کنید. فعلا از ما همین. خدا نگهدار.